سالها در عرصه اکادمیک، سالها در عرصه رسانه کار کردیم، ولی امروز من محتاج یک نان خشک هستم و این بسیار دردناک است. اجازه بدین آیا یک استاد، یک معلم در افغانستان ارج و قربش همه قدر است؟ آیا یک پدر همه قدر باید پیش فرزند خود، پیش خانواده خود باید خجالت بکشه؟ آیا یک پدر همه قدر باید خجالت بکشه که فرزندش وقتی که از دنیای مهاجرت برش میگه پدر برای من پول روان کن که من پول ندارم، باید اشک بریزه؟ باید گریه کنه؟ باید خجالت بکشه؟ خیلی دردناک است. آقای رامکی، من میدانم شما درک میکنین حرفای مرا، من میدانم که شما حرفای مرا درک میکنین، اما هستند متاسفانه کسایی که نه انسانیت برایشان ملاک است، نه مردانگی برایشان ملاک است، نه برادری برایشان ملاک است، نه اخوت برایشان ملاک است، نه انسانیت که سرلوحه همه کارهاست ملاک نبوده برایشان. برای اولین بار فرزندم مرا گفت میگه تو پدر من نیستی. چرا پدر تو نیستی؟ چه خلافی کردی؟ چه کوتاهی کردی؟ بدترین دردی که یک پدر میتونه بکشه همی است که فرزندش رو آب کنه. ما برای فرزندان خود کوتاهی نکردیم. خیلی افسوس به این میخورم که چرا عمر خود در رسانه گذاشتیم و خیلی افسوس به این میخورم که چرا عمر خود در عرصه اکادمیک گذاشتیم. اگر امروز من یک دکان میداشتم، تجارت میکردم، شاید نانی میداشتم که بر سر دسترخوان ببرم و امروز پیش فرزند خود و فرزندان خود خجالت زده نشوم و دست تکدیگری پیش کسی دراز نکنم، اما دست یک معلم دراز شد. اورور دل تراشه ماتا گوره قدمه از صلح بگوی برار متوره. اکا جان ینگ کندوز ای تخاری بیا با هم بگردیم جوره جوره. موایه ز دلوی پکتیایم و یا از بامیان باصفایم، بلکه بگوی که ما از یک وطنیم، نه صد پاره که بلکه جان و تنیم. هزاره تاجیک و پشتون برادر، تمام سهمشان با هم برابر. زبان چه فرق مونه؟ زبان چه فرق مونه؟ دلش یکیه، وطن تقسیم نیه از کل بیه.